رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. سحری بانگ کسی او را بیدار کرد. درست زین که برادرش. خیریت هوا سر بود و هر دو زیر کرپه می خوابیدند. ابراهیم جان از مبهوتی حتی فکر نکرد که دری از درون قلف کرده شده را چطور گشادند. آدرس معشوقه او را چگونه به چه راهی یافتند. یعنی چقان خیز از جایت با خشم امر نمود همراه کرد. زنی در پهلوی ابراهیم جان خوابیده دقیقه اول از ترس چه راز زدنی بود. اما ابراهیم جان سراسیم دهانی او را پوشیده گفت: نترس، این کس دوزنی پلکونیک میلیتسیه با لباس عرفی تشریف فرمودند. خیز گفتم به تو. دغدغه کرد برادرش. خیر اقلا با اون خانه گذرید. آخر التماس کرد ابراهیم جان. خستنگر کسی بیگانه نیست، فقط یک تا قمچین نمی رسد. کنایه کرد ابراهیم جان. در کار باشد قمچین هم یافت می شود. از فاسقات تو مانده ای که با صابونی عالمی جامشویی نکرده ای. صاحبه خانه زیر کرپت دیر دیر می لرزید. شما خانم چه؟ به او مراجعت نمود برادرش. خوب می دانید که این جوان زن دارد، خانه او جای دارد. آگاه می کنم ملاقات آخرینتان همین بود. ابراهیم جان می دانست که یکش حکم خود را از حد گذرانیده است. اگر کسی بیگانه باشد و از بالایش شکایت برد، منصبش را رعایت نکرده گوشمالش میدهند. مگر حاضر همین خیل زمانه است که به خانه کسی ناپرسیش زده در آمده داغ و درنگ کنید؟ اما دیگر کس میشد هم چی گفته شکایت میکرد. خودت در کجا با چی کاری مشغول بودی؟ گفته پرسن چی جواب میداد؟ همه کارش از دوستی خیرخواهی بود. از زینه فرامده فکر میکرد ابراهیم جان. آخر کی دارد او را هم اولین دوست است، هم پدر هم برادر. ینگش با پیشواز ابراهیم جان شتابیده او را آغوش نموده بوسه کرد. او که یکم دادری جانم نوازش میکرد. و قمر از روی عادت با شوق و آهنگی متنتنی میلقید. امروز در سرنوشت تو آشنا صحیفه نو باز خواهد شد. باز چونه صحیفه؟ بعد میفهمی. ها، من که ناتابم صحیفه های سرنوشتی مرا تو با میل و اختیارت ورق میزنی. بنده ناشکر. خیر هیچ گپ نی. امروز خواهی فهمید تا چه اندازه ناشکری. زیور او را از تریزه فریاد کرد. دوستانش خیرباد گفته رفتند. همشیره شفقت ابراهیم جان را با کابینت پروسیدور در آورده با دستش سوزندارو کرد. دوره سوزنداری که ها تمام شد. گفته بودید که پخته سپرتالر را به جای سوزن خالیده مالیش داده پرسید ابراهیم جان. یک تمامده بوده است. این چه خلدارو؟ نمیدانم. دکتر فرمودند. چی فرمودند؟ نامش را گفته گیستند. زیور طوری نگاه کرد که ابراهیم جان کنجکاوی را بس کرد و خاموش به پلهته برگشت. علی خان زرداد خان در آمد. می رویم؟ پرسید او از ایوان عمک. ها، گفت دکتر و به پیشی کتی ابراهیم جان آمد. رفیق عالمی خرامان احد و در همین طبابت خانه. دمی لال شد زبان ابراهیم جان. دکتر برای چی پیشتر نگفتید؟ ساعتش اکنون رسید. خزید عالمی آیسته آیسته همراه می رویم. ابراهیم جان شتابان به سوی لباس آویزک رفت. نیمتنه بیستری طبابت خانه را از روی کرته پوشید. باز آن را کشیده شبه آمیز از نظر گذرانید. فکر میکرد که به نزد خرامان، به پیش دلبرش، به پیش
آن وجودی عزیز آیا با همین لباس رژیم شده نیم داشت رنگ پریده رفتن جایز است؟ رفتیم. حلیمانه تبسم کنان گفت دختر که از اندیشه او پیورده بود. بدالان برآمدند. عجبا، چرا دل ابراهیم جان از سینه‌اش برنجست؟ او لحظه رسیدن این مژده را هزاران مراتب قبلا به خود تصور نموده. گمان میکرد که برابر شنیدنش آن را اگر از هوش نرود هم اقلا مدتی شخ شده از زبان خواهد ماند. اما برعکس چشم داشت او پای برجاست، حتی آرامانه قدم میزند. هزار ماند خاطری پریشان. آزیور 10 دقیقه قبل از این سوزندارو کرده چی بودنی آن دارو را نگفته بود که این طبیبان به کار خود استایند. خواهند از میمون آدم میتراشند و از آدم میمون. چطور؟ حال پرسی کرد دکتر. ساز بیچاره علی خان چون فهمیده است که درد این بیمار درد عشق است، ناچار به این رنجی از برنامه تعلیم و تحصیل بیرون مانده نیز به قدری توانش دوا یافتن است. زفتش او در چنین عقیده نجیبی است که درد چگونه که باشد وظیفه طبیب دوا یافتن است. آنها با شانه یکم فرامده از تالاری وسط گذشتند و به شعبه جراحی در آمدند. هرچند در پلت یله بود، دکتر اول با پسی انگشت آن را تق تق زد. پلت زنانه به قفا به ابراهیم جان روی آورده گفت زرداد خان آگاه کنیم. خرامان در پلت فراخ در کتی دمگهی در می خوابید. از تگ روی جای سفید نوگی پای داکپیچی او به نظر می رسید. کتفی چپش تا بازو در قالبی گچ بود. ابراهیم جان را دیده با اشاره سر سلام داد. چشمانش از اشک پر شدند. کدامی از هم پلته های او کرسی بی تکیه را آورده با مابین دو کت گذاشت که ابراهیم جان نشیند. خرامان دستی صحتش را به پیش آزانید. ابراهیم جان در حال به زانو افتاده آن دستی نرم دلکشی عنبر بو را میان کف ها گرفت، آهسته فشارید و از بند آن، از کف آن، از انگشتان بوسه ها کرد. خرامان ایمان نمود که بس کفایه است اکنون روی کرسی نشیند. دکتر در پهلویش راست می ایستاد. زنی معنی دار سرفه کرد و 3-4 نفر بیماران سری پایی پلت به دالان برآمدند. ابراهیم جان من رفتم گفت سرداد خان و بازوی او را با نوازش فشرده به در رفت. او همیشه رفیق عالمی یا مختصر عالمی گفته مراجعت می کرد. حالا بار اول نامش را به زبان گرفته بود. خرامان اشاره نمود که ابراهیم جان نزدیکتر نشیند. اکم میگوید که به شما پاسپورت نو گرفته داده نیست، به فامیلیه نو راست؟ خرامان به تصدیق سر جنبانید. دکتر تعیین کرده است که پس گپ زنم گفت او. ابراهیم جان به معماران بستری پلته که هر کدامی به حال خود بود نظری افکن و گفت باز بهتر. یعنی من گفتنی که فهما ابراهیم جان گوید که به شما چی شد؟ هیچ. به جای کارتان آمده من را کرنی چپگردان را دیده گمان کردم که خرامان من بی شما میمورم. گفته بودم که دلم کم چه خیل سوست شده که. مدتی خاموش بودند. میدانید ابراهیم جان به من همین روز بگاهی خبر دادن که شما هم در همین طبابت خانه. به من فقط 3 دقیقه پیش گفتند. مکتوب هاتان از همین بینا بر آمده به دستی مامای من می رسیدن. ثانی برگشته باز به همین بینا می آمدن. فقط یک آشیانه پایان‌تر. عجیبه؟ عجیب. خرامانی من. شریف جان چی دار؟ نه مامایم هر روز می آرد. هر روز شریف جان می پرسد که کی می بروی؟ اما تم کتتی ماشین شوال می شوی می گوید آرزوی مرا می گوید این روز بیاید مامایتان به من خبر دید. خیر؟ خوب
ابراهیم جان برای چه حقیقتان را دائما آدمی بیرحم و شفقت نشان میدادید؟ کنده نگفتم، سختگیر میگفتم. سختگیریشان بی چیز نبودگیست. به شما معقول باشد من خرسند. کی آمده بود؟ هر هفته. قمر جرأتانم. قمر خوب میلقیدگیست. شما را دوست می‌دارد. میگوید که جرأت من قریب کشتید. اکنون خودتون زنده میکنید. راست گفته است. خرامان چه حادثه شد؟ نقل کرده میتوانید؟ باز کمی بیشتر نشینید. شرم ندارید. هم خانه های من شما را غایبانه میشناسند. کی گفت؟ هیچ کس. هم تو از رفتار یکهتون جرأتون ینگهتون هم 3 بار آمدن. منار اکرم ساعتی بیکار می استاد. در پایان توده کلان سیمی پیشدار ارماتوری را به 3 حصه تقسیم می کردن تا که بعد هر توده را علاهده بسته به هر گوشه آشانه 4 روم بردارند. کتاب خوانده به پایان نرسانیده خرامان در پهلویش می خوابید. خودش در بند خیالات گوارا به اطراف نظاره می کرد. آن سوتر از عمارت یک بلدازر خانه های کهنه ساکنانش به کوارتیره های نو کوچیده را ویران و هموار می نمود. باز یک محله کهنه، کوچه هایش کج و کلیپ، کلبه هایش پست و بلند از بین می رفت. یکی خانه خود را از خشت های خامی کلان کلان ساخته است. دیگری دیواری استقامتگاهش را از پاخسه برداشته است. 3 از بیتان تن کرسی بلند و غوصی ریخته دیوار را از خشتی پخته چیده است. بلدازر چنگی کلبه های خاکی را بر آسمان برداشته و آسانی هموار می کرد. ولی در پیش تکرسی های بیتانی دیوارهای خشتی پخته بیشتر زور می زد. به هوا دودی فراوانی کبود سر می داد. در جایی که بلدازر هفته گذشته تخت کرده بود، اکسکاواتور برای تکرسی بینای دیگر حوزه می کافت. خرامان که پیشتر اکسکاواتورچی بود، کاری همکسبش را با هوس تماشا می کرد. اگر بین ماشین های خاککشان فاصله پیدا نشود و اکسکاواتور همیشه در حرکت باشد، تماشای وی چنان حلاوت می بخشید که گویا پیش نظر خرامان ماشینی بزرگی دبنگه بلکه یک جانور چابک خوش سیما در کدام یک بازوی سبک زیبایی هنرنمایی می کرده باشد. کاری هنرمند اصیل عادی و آسان می نماید و از این جهت نظر فریب است. خرامان در صحبت دوگانه هایش باره از همین گونه فریبی نظر خجل شدن خود را به یاد آورد. یکی از دوگانه های او توی می شد. آن شب بزم دختران برپا بود. از خویشاوندان عروس یکی دایره می زد و به هوای دلاشوب آن دختران می رقصیدند. گاها دایره دست مانده شده التماس می کرد که اکنون مگنیتوفون مانید کمی دم گیرم. در یکی از همین موردها خرامان من می نوازم گفت. دایره را به دست گرفته به نواختن سر کرد. او چند مراتب قبل از این هم دایره زده بود و دوگانه ها می گفتند که بد نمی نوازد. اما آن دفعه اسباب را برداشته و 2-3 ضرب زدن زمانا حس کرد که بیهوده این کار را به عهده گرفته است. دایره از حد زیاد گران می نمود. انگشتانش قفسه دایره را به یک حالت محکم و ناجنبان داشته نمی توانستند. قفسه بی اختیار می لغزید و ضرب آهنگ خللدار می شد. اگر هوش و یاد خود و قوت دستانش را به محکم داشتن قفسه روانه کند، نفاستی ضرب و سفت می کاهید. خرامان از حیا سرخ شده دایره را به کسی بسپارید و بیرون رفت. فقط بدتر به خانه آمده دریافت که باعث خجالتش از کم هنری خودش دیده بیشتر صنعتی بلند ولی عادی و نظر ناگیری آن دایره دست بوده است. کار با صنعتی ملی استادانه ادا شود به نظری بیگانه آسان و عادی میتابد. این حال گویا عکس منطق است، اما یکی از اسرار هنر اصل در همین است. در این حال نقطه ای است که حکم قانونیت را دارد. خرامان
کار با نظام اکسکواتر را نظاره کنان همان واقعه را به خاطر آورد. بعد از تریزه سر برآورده به پایان نگریست که توده اولین را سیم بسته تیار کردند. منارکران به کار درآمد. برای آنکه ابراهیم جان از باعث حادثه آگاه شود، خرامان به او باید از طرز کار منارکران اقلاً مختصر نقل کند. منارکران 4 نوع حرکت دارد. اول اینکه پیکر وی در اطراف تیرش چرخ میزند. ثانی در بالای ریلس ها به تمام طول میدان بناکاری پس و پیش می رود. سیوم میله باربردار کران خم و بالا می شود. اگر این میله در حالت افقی باشد کمتر بار می بردارد، لیکن آن را به مسافه دورتر رسانیده می تواند. اگر نوگی میله را بلندتر برداری، یعنی به شکل عمودی بیشتر نزدیک آوری، استواری دستگاه افزوده بار زیادتر را برداشته می تواند. نوع چهارمی حرکت جنبشی سیمتنابی باربند است که از غرغره ها گذشته بالای و پایان می رود. سرنگون رفتن منارکران حادثه نادر است. کران را با احتیاط و اعتبار بزرگ وصل می کنند. به این عمل انجینیران استادان همین اسباب نظارت می کنند. کمیته مخصوص آن را از سنجش می گذراند و اگر در منتج ذره نقصان آشکار شود به استفادهش اجازت نمی دهند. می گویند که در احتیاط کاری فقط خادمان داروخانه ها را به این کار برابر کردن می توان. داروی تیار 3 بار از نظر تفتیش و تدقیق می گذرد، چون که آن را بیمار استعمال می کند و اگر مبادا صحوی برود تدبیری اصلاح نخواهد بود. می گویند که مسئولیت مکانیک ها و موتوریستان ایرودروم ها نیز در آماده کردن سمالیات ها و پرواز همین ذیل است. منارکران تقریبا 5 تن سیم را برداشته قامت راست کرد، لیکن بار هنوز به قدر ضروری بالا نرفته فقط به نیمه دیوار قبلی 4 راست شده بود. کراندارانی با تجربه عادتا هر 4 نوع حرکت را یک جایه می کنند، ولی خرامان حالا فقط 3 حال آن را متحد کردنی بود. میله می بایست تاب خورده بالا می رفت و سیمتناب ها کشیده شده غرم ارماتور را به فراز می بردند. اما در این اثنا از فرش کابین سری پررب نمایان شد. در کابین منارکران در گوشه چپ فرش در پهلوی کرسی کراندار واقع گشته است. پررب 100 بار جوابهای تلخ و تند، سخت و درشت، سخنهای پست و بلند شنیده باشد هم از چقیدن نمی ماند. از آن حادثه پیشتر هم 2 بار به کابینه کران برآمده بود. هنرتان را یاد دهید، همین بود بهانه‌اش. یا می گفت که پررب باید از هر جانب ساختمان آگاه باشد، برای خبرگیری برآمده است. تلخ و پیچین می شنید، اما پوزغوز بود که باز می چقید. و جوسه خود را بالا گرفت، بعد خم شده دریچه را پوشید. مانده شده می گفت با لبخندی مقرری. از پایان نظر ناگیر رو، لیکن برآمدن میگیری هیچ نیکی این زینه مارپیچ به آخر رسد. خرامان خود را آرام وانمود کرده از جایش نمی جنبید. در واقع باشد برابر دیدن او موی سری روغن مالیده، موی لبکی آلفتیانه، نگاه لغزنده چشمان بیجایی او دلش سیاه شده بود. اکنون حاجت به پنهان داشتن نیست. سیمای ابراهیم جان مد نظرش آمد. سخنان پریشب در حق این ذات گستاخی به ناموس گفته او در گوشش صدا دادن. آفرین نازنین، خطاب کرد پررب و دست بر کتف خرامان گذاشته خیال سیله کرد. خرامان همچنان گرانبارانه ولی با قطعیت دستی او را از کتفش دور انداخت. اون طرف واقع همگی در چند ثانیه صورت گرفت. پررب خم شده از گردن خرامان بوسید. به خرامان همان حالتی روی داد که 3 سال قبل از این لحظه تفنگ برداشته به پیشواز ابو شتافتنش وجود او را فرا گرفته، عقل و هوشش را تسخیر کرده بود. نمیداند که در آن دمی آشوبی، خشم و غضب و نفرت و قراحت با دست یا پای کدام فشنگ دستگاه را به اختیار پخش کرده است. رولی
автомобили با سرعت رونده را اندکی تکان دادن کفایه است که وی حتی در راه هموار چپگردان شده چندین مراتب غیل زند. از افتکار همین گونه قوه دافعه باعث فلاکت شد، خصوصا که بارگران بود و میله هنوز به قدری کافی راست نشده. خرامان هم مثل ابراهیم جان نیمی شبی به هوش آمده خود را در بیمارستان دریافت. پای و کتف و بازوی چپش در قالبی گچ بود. چرا به خیال رفتید؟ حالا وی در کجا؟ کی؟ پررابطان. به نزد من مفتش آمده بودن، گفتن که در طبابت خانه خود ایستگاه یاری تجیلی. نگفته بودم که او را آداب آموختن لازم. اکنون احتیاجی نیست. مغز سرش آسیب دیده است، دیگر صحت نمی شده است. یعنی خرامان انگشت به چکه رسانیده آن را در زنانید، یعنی که از عقل بیگانه شده است. سزای سرش. من حیران که باز با آهنگ تأسف آمیز گپ میزد. انسان به هر حال انسان اصلا انسان نبود. خیر مانید ابراهیم جان. ابراهیم جان باز چیزی گفتنی بود که از در پلات ایوان امک، ناصر عباس و کریم جانکا داخل شدند. پیشا پیشی همه پیرمرد یک دسته گلی 100 برگ برداشته می آمد. کریم جانکا یک دانه لاله آتشگون را مثل الماس پاره گرانبها یا ظرف نفیس و نازکی که اگر رفت و بیفتد نوی بشر از عظیمترین ثروت خود محروم خواهد شد، با هر دو دستی تا حد امکان به پیش آزانیدهش با تنتنه و دبدبه برداشته می آمد. ایوان امک گلها را روی بستر خرامان به نزدیکی بالینش گذاشت که نکهتش به مشام برسد. کریم جانکا لاله را به دستیت خرامان سپرد. ناصر عباس فقط نیم تعظیمی کرده در پایان کت راست ایستاد. ابراهیم جان آنها را معرفی کرد. دخترم، گفت ایوان امک که الکی به چشمانش آب دویده بود، من غایبانه می دانستم که شما دختری نازنین، لیکن شما از چشم داشتی موی سفید عالم و عالم دیده زیباتر بوده اید. خرامان نی گفتنی بر این آهسته سرجنبانید. رخسارش از حیا لالگون گشته بود. ما کیها آمدن می خواستیم، اما دکتر اجازت نمی داد. دکتری شما نه، از آنی ما شهر داد. کریم جانکا می گفت که اول باید ابراهیم جان برود. درست می گفت. علاوه نمود ناصر عباس. دخترم، ایوان امک با آهنگ یک قدر متنتن گپ زدن می خواست، لیکن آوازش به طرزی واضح می لرزید. من از سال 18 اعضای پرته، یکی از کهنسالترین کمونیستان تاجیکستان حاضر منم، لیکن شما را دعا می کنم که خوشبخت باشید. رحمت پدر، گفت خرامان. به همه تان رحمت، تکرار نمود او و به ابراهیم جان سپاسگزارانه نگاه کرد. ظاهراً گمانی داشت که همه این سخنهای مهرآمیز، این عیادت پرتنتنه، این التفات از روی خواهش محبوبش، از روی نقشه او صورت گرفته است. اما خود ابراهیم جان در حیرت بود و اکنون سرفهم رفت که برای چی ساعت قبل از این ایوان امک برابر وارد شدن زرداد خان به پلات به او می رویم گفته سوال داده بود. همه این هنگامه بیشک کار دست قمر است. بیچیز نگفته بود است که امروز در سرنوشت تو صحیفه تازه گشاده می شود. از همه کار آگاه، به هر عشق قطیق همان جورهی بیقرارش است. ابراهیم جان را به این گونه وضع ابلهانه محض او گرفتار کرده است. 1.5 ماه باز از هر سخن، هر قدمی خود احتیاط شده زور میزند که از سر او کسی آگاه نشود، اما قصه او کیها به همه معلوم و مشهور گشته است. در بازگشت هر 4 نفر به دیدن سهراب جان در آمدند. خودش یخماز خورده تب برآورده است. کلانوار حرف زند هم بچه ده، خصوصا که از یخماز خری 1 بار قماب شده بود. از پهلوی سهراب جان از کنار کدرودچهی به پایان آویزان بود. از آن به شیشه هر دقیقه قطره پیشاب می چکید.
بیجا کردیدی سهراب جان، گفت ایوان امک و به ناصر عباس روی آورده علاوه نمود. عادتهای عجایب برآمده ایستاده است. ماهی مرد نرسیده یخماس فروشی را سر می کنند. گپ در این نه. نفس آدم چیزی زور. ایوان امک ناصحانه اظهار عقیده نمود. پسرک خیر باکی نیست. پگاه میخیزی؟ گفتن دکترم. باز به شما گازیته میارم. رحمت پسرم، زودتر صحت شو. در تالار وسط همان کسلی گرفتار زخمی میده را دیدن که بیشتر رنگ رویش کاغذی روغن آلود برین زب زرد بود و با همان احوال با هر بهانه به شعبه آنها رفته از دور چهره زیور را تماشا می کرد. او را نیز جراحی کردند از افتش. دیگر رقص عربی نمی کرد و برویش قدر خون دویده بود. اما از بس که هنوز جسمش ضعیف بود به دیوار تکیه نموده به سخنان مرد معلم سیمایی گوش می داد. قاعده و قانون پرهیز می گفت شخص معلم نما امروز اختراع نشده است. وی هزاران سال این جانب چی دارد؟ وجود. لیکن مادامی که فلاکت پیش آمد و انسان به چنگ درد افتاد باید چی کند؟ طاقت. عادتاً زردادخان به صحبت‌های تدقیقیش چون میهمان فوق‌العاده خاکسار و شاداب می آمد و در نزد ناصر عباس خاموش می نشست و با قیافه فروتنانه منتظر می شد که او کیفیت خود را به اظهار رازهای دل موافق سازد. امروز برخلاف عادت از در پلت در آمدن زمانه خوشحالانه اعلان کرد صحبت را دوام می دهیم. از چه سببی او به ایوان امک مراجعت می کرد که روی کتش دراز کشیده می خوابید و دختر را دیده بر پای خیست. پس علی خان نزد ابراهیم جان آمد. ابراهیم جان، به شما فقط یک سوال می دهم. آخر شما را هم به این پلت با امید کوچانیده ایم. مرحمت دکتر، لیکن من هم به شما دو سوال دارم. نباشد بیایید اول به سوالهای شما جواب یابیم. ابراهیم جان دقیقه خود را به درست کردن سر و لباس و مویسری پریشانش تخت کردن روی جای بسترش اندرمان می داشت و ضمناً سخنی مناسب می جست. وی قصه من سرگذشت من کی گفت؟ این اهمیت ندارد رفیق عالمی. ناخواست با آهنگ رسمی گذشت در دادخان. اول اینکه کسی گفته باشد از دوستانتان گفته است، به نیت خیر گفته است، خوب کرده است که گفته است. ثانیاً طبیبان خبرکشی نمی کنند. این قانون. خیر قانون باشد علاج نبوده است. مایوسانه گفت ابراهیم جان. سوال دویمتان نگویید. نرنجید. چرا می رنجیدم؟ خودتان از من نرنجیده اید؟ من چرا می رنجیدم؟ من دکتر عذر می خواهم. روزهای اول راستی گپ ده گمان می کردم که شما دکتری. ابراهیم جان باز زبان خواهید. دکتری جوان، یعنی که آنقدر تجربه دار نی. گمانتان خطا نی. من یک دکتری عادی نه. خوشبختانه گمانم غلط برآمد. عذر می خواهم. خیر ابراهیم جان، بیایید سوال دویم را گویید. گفتم که از من نرنجیده باشید شد. اکنون به سوال شما من جواب می دهم. 100 سوال دهید دکتر. یک تاش کفایه. پیش از فلاکت منارکران هم همین گونه درد را یگان بار حس می کردید؟ خلای دل یا تنگی نفس یا یک بار پریشان گشتن هوش یا یگان حالت دیگر؟ به همین مانند. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما از خزینه تیلویی رادیو رمان اجتماعی پلت کنجکی را از روی اثر نویسنده فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند مردمی تاجیکستان حبیب‌الله عبدالرزاقов شنیدید. پایان گفتار 19. شاد و موفق باشید.